عسل معینو بدجوری پس زده، گویا معینم بهش خیانت کرده. سرجیو اما با افشاگریاش تو این آتیشه به وجود اومده بیشتر دمیده. اون گفته معین تمایلش به پسره نه دختر. اگه نمیدونی داستان چیه پس تا آخرش همراه باش. عسل که تا دیروز معینو تو خونش راه داده بود و با هم تو رابطه بودن و واسه هم پپسی باز میکردن، به طرز خیلی ناگهانی عکس دوتاییشون از پروفایل کانالش حذف کرد و صحبتهای عجیب غریبی در مورد معین کرد. عسل میگفت بچه ها من دیگه هیچ رابطه‌ای با اون آقا ندارم. پست‌ترین و دروغگوترین آدمیه که تو کل زندگیم دیدم و بهترین بازیگر. تو مدتی که از هم دور بودیم نه یک بار دو بار بلکه چندین بار با افراد مختلف رابطه داشته ایشون. خودم به چشم مسیج ها و فیلم ها رو توی گوشی خودش دیدم. دیگه نه میخوام اسمی ازش ببرین نه صحبتی بشه در این مورد. مرسی از برنامه عشق ابدی که دوباره به هم یادآوری کرد هیچ مردی قابل اعتماد نیست و آخرین فرصت من به خودم برای باور به عشقم و ازم گرفت. ازتون معذرت میخوام که امیدوارتون کردم به این رابطه. دوست نداشتم که شما مثل من با احساساتتون بازی بشه. عسل حال روحیش به هم ریخته بود و گفته بود یکم که به خودم اومدم صحبت میکنم باهاتون. اگه اونم درصدی بخواد انکار کنه اون کاری که نباید و میکنم و آبروی خودم و خودشو با هم میبرم. یکم به هم زمان بدین تا ریکاوری کنم. من اگه مطمئن نبودم خودم و شخصیتم و هر کاری که واسه این رابطه کردم و زیر سوال نمیبردم. فقط خودش قابلیت اینو داشت که منو پشیمون کنه از هر کاری که کردم که به بهترین نحو انجامش داد. معین اما در واکنش به حرفای عسل که در مورد خودش بوده حرفایی زده عجیب و نیست در جهان. فقط قبل از اینکه ادامه‌شو ببینیم این ویدیو رو مرامی لایک کنید. معین گفته که عسل فوق‌العاده ترین دختری بوده که تو زندگیم دیدم. هم وفادار، هم با شخصیت، هم خانواده‌دار و هم زیبا. چیزی که من تو کل زندگیم دنبال همچین آدمی بودم. من اشتباه کردم، شاید بزرگترین اشتباه زندگیم، ولی من عسل رو بی نهایت دوستش دارم. اونجوری که باید رفتار نکردم و اتفاقا عسل همیشه سنگ صبور من بوده. همیشه هوامو داشته، همیشه پام مونده. معلومه که من اشتباه کردم. زندگی یک بار اتفاق میفته. اتفاقی که من همیشه منتظرش بودم حضور عسل تو زندگیم بود، ولی قدرشو ندونستم. میدونم دلشو شکستم. شما هم هر چی دوست دارید میگید، ولی من به خاطر عسل هیچ وقت کوتاه نمیام. حتی اگه اشتباهی کردم جبرانش میکنم هر جوری شده. سرجیو اما تو کانالش در مورد کات کردن عسل و معین گفته بچه ها کل دایرکتم شده چنل عسل. من این آقا رو روزی که بی جهت گرفت روی یاشار و قضیه رو قومیتی کرد و پای کردا رو کشید وسط شناختم. الان یکی یکی همه دارن میشناسنش، از دخترای تو برنامه گرفته تا احسان و الانم که عسل. احتمال زیادم مچ اون فلانی رو با پسر گرفته، کسی که کانسیلر میزنه که با دختر چت نمیکرده. تا اینجای ویدیو شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون معین واقعا سیاستمدار و بازیگر قابلیه یا نه عسل پیاز داغشو خیلی زیاد کرده؟ حتما تو کامنت ها بگید. سرجیو حتی چیزایی گفته داله بر این که معین تمایلی به دختر نداره و به خاطر فالوور و ویو با عسل بوده. اون گفته بچه ها عسل معینو با یه پسری به نام عباس روی کار گرفته. گفته رفیقمه ولی در واقع شفیقش بوده. ای عباس دهنتو سرویس که یه رابطه واقعی رو به چخ دادی. ولی معین از دست سرجیو عصبانی شده بود که از کات کردنش با عسل خوشحالی میکرده. معینم خطاب بهش گفت خندم میگیره از حرف یه سری شلمغز. انقدر حسادت داشتم به رابطه ما که الان از خوشحالی دارن بال در میارن. چیزی که شما هیچ وقت ندیدید بک‌گراند گوشی عسل بود که همیشه عکس خودمون بود. جمع کنید دکوناتونو که به خاطر ویو، فالوور و محبوبیت با هم بودین. اتفاقا واقعی ترین رابطه‌ای که من تجربه کردم این رابطه بوده. اصلا تا حالا اینو کسی دیده بوده یا اصلا نیازی بوده که اینو بذاره بک‌گراند گوشیش؟ اگه به خاطر فالوور بود که اصلا نیازی نبود این عکسو بذاره. مگه کسی گوشیشو میدید؟ سرجیو تو کانالش در مورد عسل گفته عزیزان اینو برای بار صدم میگم، من پروتزی دوست ندارم، اگه ترکید تو صورتم چی؟ که معین با شنیدن این حرفای سرجیو رگ غیرتش واسه عسل باد کرده و در دفاع از عسل گفته با اون آدم خاصم که داخل کانالش از بس محتوایی نداره هر گوهی دلش بخواد میخوره. هر گوهی میخوایی راجع به من بخوری بخور، ولی ذره‌ای به عسل نمیتونی حرف بزنی، چون واقعی ترین آدم اون ویلا عسل بود، دورترین و نزدیکترین حالت ممکن. دوستان و دوست دارن همیشگی حواشی لاین، این ویدیو در مورد حواشی کات کردن عسل و معین و افشاگری های سرجیو بود.
اما تو ویدیو قبلی در مورد ناراحتی شدید احسان از هرهر و کرکرای روژان و سجاد امیدی صحبت کردیم که میتونید از رو همین ویدیو برید و ببینیدش.